سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام باشه. میگفتید که همین ختم قرآن کریم در ماه شریف رمضان چقدر ثواب دارد و به غرض ماه شریف رمضان چقدر ثواب دارد و در همین ماه شریف رمضان بسیار قرآن خوانده هم می شود، برای که خیلی میگن که دیگر کتاب ها را هم خوان، نه اینکه فقط قرآن را خوان. هم خیلی میگویند ابد وقتی که قرآن را ختم میکنیم همین ختم کردگی امونه چی گویم، هم خیلی می ایستد یا که برای یگان چی گفته میبخشیم، همین رو میفهموندید. وقتی که ماه رمضان ماه قرآن است، ماه نزول قرآن است، ماه مدارسه قرآن است. حتی بعضی علمای گذشتگان مانند امام مالک حتی حدیث نمیخوندن، یعنی علم حدیث نمیخوندن، حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم، فقط قرآن میخوندن. و بودن شخصیت هایی که در یک شبانه روز 2 مراتب ختم قرآن میکردن، بودن شخصیت هایی که در یک شبانه روز 1 مراتب، و در 3 شبانه روز 1 مراتب، در 7 شبانه روز 1 مراتب. آدمی که وقتی خالگی دارد، خاصتا زنهایی که خانشین هستید و یگان کاری وزنی ندارید، کوشش کنید در این ماه بسیار ختم کنید. بله، اگر امکانیت باشد در این ماه بسیار قرآن خوانید. فقط دیگر کتاب ها را، کتاب های دینی را برای خاطری اگر از قرآن خوانه خسته شوید، کمتر برای وقتتان ضایع نشدن از وای کتاب کمتر میخوانید، قوت میگیرید، با قرآن روی میبرید. به همین خاطر اجازت است، یعنی اجازت هست اصلا دیگر علمای هم خواندن، لیکن بهترش مشغول شدن با قرآن است. وقتی که قرآن ختم میکنید، بعد در ختمش اهل و عائله، دوستاتون، فرزنداتون شنانید و یک جای دعا کنید. وقتی ختم قرآن شما عملی صالح کردید، به الله تعالی نزدیک شدید، دعاتون قبول شدنش نزدیکتر است. بله، در حق گذشتگانتون هم دعا کنید، گویید که پروردگار گذشتگان ما را رحم کن، مغفرت کن، گناههای آنها را بخش، قبرهای آنها را به باغ از باغهای جنت مبدل گردان. مثلا خاصتا پدرم را یا مادرم را یا بابایم یا تقایم را مثلا نامشون را گرفته دعا کنید. لیکن ثوابش بخشیدن این کارا شرط نیست، مانید ثوابش به خودتون نیستد، لیکن شما دعا کنید در حق گذشتگانتون، در حق خودتون، در حق فرزنداتون. وقتی که یک عالم پرسیدن که اینقدر ختم های زیاد میکردین، تو بعد ختم ها از الله تعالی چی میپرسی؟ اینقدر کاری خیر میکنی، بسیار ختم میکردین، چی میپرسی از الله تعالی به عوض این ختم ها؟ گفتن که چی میپرسم؟ و گناهام استغفار میپرسم. یعنی آدم وقتی که ختم قرآن کرد، این خیلی نه که اکنون من به الله تعالی در بالاش حق دارم، من زبان دراز هستم، هر چی خواهم میپرسم. این خیلی نه، برای که شما باید شکر کنید که الله تعالی همین توفیق برای شما داد که ختم قرآن کرده توانستید. همیشه ما از الله تعالی قرضدار هستیم، همیشه الله تعالی بر بالای ما حق دارد. یه ثانیه هم ما از الله تعالی بی حاجت نیستیم، بیشتر به گناه ها آدم استغفار میپرسد. و این چنین طلب و حاجت و درخواستای خودتون از الله تعالی پرسید. سوال یکمتون چی بود؟ همین بود سوال. با در ماه رمضان چقدر ثواب دارد و به غرض ماه رمضان ثوابش نسبت غیر رمضان ثوابش عظیم است، چون که هم اقتدا به پیامبر صلی الله علیه وسلم، هم شهر نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده است. و هر سال جبریل همراهی پیامبر صلی الله علیه و درس قرآن میکردند. پیامبر صلی الله علیه و قرآن را به جبریل قرائت کرده میدادند. ماه قرآن است، ماه نزول قرآن است. هر یک حرفش در غیر رمضان 10 ثواب است و در رمضان الله تعالی 10 مراتب زیاد تا با زیاد کرده میگیرد، به قدر اخلاص و نیت و به قدر کوشش و غیرتتان. البته که در رمضان فرق میکنه، ثوابش در این ماه عظیم است، چون که ماهی شریف هست، زمانی مبارک است. در زمانی مبارک مثلا 2 رکعت نماز ساعتی بعد پیشین خواندید، 2 رکعت نماز ساعتی 3 روز حال عصر نشده است، بین پیشین و عصر خواندید،
لیکن همین 2 رکعت نماز، عیناً همین 2 رکعت نماز شما ساعتی آخری شب خوانید، آخری شب ثوابش بزرگ است. مثلا نماز شب نافلش از نماز روز بزرگ است. یعنی وقتها ثواب عبادتتون رو بلند میکنه.